تنها محصول ایرانی که 100 هیچ رقبای خارجیشو میزنه، حتی اگر کره‌ای باشن. تینت قهوه‌ای کد با قیمت 1,980,000. بیا با 4 تا دلیل بهت ثابت میکنم. اولیش بافتشه. همه واتر تینتا بافتشون شبیه آبه، یعنی لیز نیست. اما این بافت لیزی شبیه به مایع لنز داره. این باعث میشه که شما وقتی تینت اتودو میزنید سریع خشک بشه و یه جاهایش پررنگ‌تر و یه جاهایی کم رنگ‌تر بشه. اما این تینت با بافت لیزی که داره دیرتر خشک میشه و این امکانو به شما میده که راحت فیدش کنید و یک دست رنگ بده. دومین دلیلو من بهش میگم رنگدهی مرحله‌ای. یعنی وقتی که فقط یه لایه از این تینتو استفاده میکنی به قدری رنگش ملیحه که میشه ازش به عنوان رژگونه، سایه و حتی کانتور صورت هم استفاده کرد. حالا اگر دوست داشتی لبات پررنگ‌تر باشه میتونی 2 یا 3 لایه بزنی. سومین دلیل رایحه‌شه. اکثر تینتایی که تا الان استفاده کردم بوی خیلی بدی میدن، یه چیزی تو مایه‌های بوی الکل. اما این تینت با